فکر میکنید هنوز میشه فیلمی پیدا کرد که بعد از تموم شدنش تا چند روز ذهنتون رو ول نکنه؟ من فکر میکنم هنوزم میشه. فقط مشکل اینه که این فیلم ها معمولا زیر سایه تبلیغات و اسمای بزرگ گم میشن. برای همین امروز میخوام چند تا اثر معرفی کنم که هر کدوم به یه دلیل متفاوت به هم یادآوری کردن چرا هنوز عاشق سینما. اگه یه نفر از آینده بیاد سراغ تو بگی باید دنیا رو نجات بدی، اولین فکرت چیه؟ احتمالاً میگی بازم یه فیلم دیگه درباره سفر در زمان. منم دقیقاً همین فکر رو کردم. اما فیلم Good Luck, Have Fun and Don't Die خیلی زود ثابت میکنه که اصلاً نمیخواد یه داستان تکراری تعریف کنه. این فیلم از یه ایده آشنا، یعنی بهتر بگیم کلیشه‌ای، شروع میکنه، ولی خیلی زود مسیرش رو عوض میکنه و میرسه به چیزهایی که هر روز باهاشون زندگی میکنیم. اضطراب، آینده‌ای که معلوم نیست قراره چه شکلی باشه و تصمیم‌هایی که گاهی فکر میکنیم بی‌اهمیتن اما میتونن همه چیز رو تغییر بدن. جالب تر این که پشت دوربینش گریگور وربینسکی ایستاده، همون کارگردانی که 3 قسمت اول دزدان دریایی کارائیب رو ساخته و بعدش با رنگو نشون داد چقدر توی ساختن دنیاهای متفاوت خلاقه. بعد از چند سال دوری برگشته با اثری که شاید پر سر و صدا ترین فیلمش نباشه، ولی همون امضای همیشگیش توی روایت و فضاسازی رو میشه دید. از اون فیلمایی که هرچی کمتر در موردش بدونی بیشتر از دیدنش لذت میبری. یه حکومت دیکتاتوری از کجا شروع میشه؟ از اسلحه، از زور، یا از روزی که آدما به ترس عادت میکنن؟ The Long Walk دقیقاً همین سوال رو ازت میپرسه. فرانسیس لارنس همون کارگردانیه که با مجموعه هانگر گیمز ثابت کرده بلده فضای حکومت‌های سرکوبگر رو بسازه، اما این بار سراغ یکی از تلخ‌ترین داستان‌های استیون کینگ رفته. ظاهرش یه مسابقه ساده است، فقط باید راه بری، ولی هر قدم کم کم پرده از یه نوع جامعه برمیداره که توش جون آدما ارزشی نداره. چیزی که منو جذب این فیلم کرده اصلاً خشونتش نیست، این بوده که بدون شعار دادن باعث میشه خودت سنگینی اون فضا رو حس کنی. یه جاهایی واقعاً فراموش میکنی داری فیلم میبینی. اگه مرگ فقط یه دکمه ریست بود، اون وقت ارزش زندگی چقدر میشد؟ این دقیقاً همون سوالیه که بونگ جون هو با میکی 17 یا همون میکی 17 خودمون مطرح میکنه. اگه پاراسایت رو دیده باشید میدونید بونگ جون هو هیچ وقت فقط برای سرگرمی فیلم نمیسازه. حتی توی فیلم های قبلیش مثل خاطراتی قاتل یا دهاست میشه یه نقد اجتماعی همیشه پشت داستانهاش پنهان بوده. اینجا هم همین کار رو کرد. ظاهر فیلم بامزه و حتی بعضی وقتها، یا شاید بهتره بگیم اکثر اوقات، خنده داره، اما زیر این طنز مدام داره از ارزش انسان حرف میزنه، از چیزهایی که خیلی وقت نه داخل فیلمی داریم ازش میشنویم، نه داخل رسانه‌ای داره پخش میشه و نه توی جامعه دیگه به چشم میخوره. رابرت پاتینسون یکی از اون بازی هایی که هرچی بیشتر جلو میره بیشتر میفهمی چرا این نقش فقط از پس خودش برمی اومده. چقدر طول میکشه تا زندگی یه آدم معمولی کاملا از کنترلش خارج بشه؟ گاهی فقط چند ساعت. اگه میتونی منو بگیر
دقیقاً با همین ایده بازی میکنه. دارن آرونوفسکی رو بیشتر با فیلم هایی مثل بلک سوان یا مرسی بر یک رویا میشناسیم. کارگردانی که همیشه آدم ها رو زیر فشار روانی قرار میده. اینجا هم اگرچه ظاهر فیلم یه تریلر جنایی پرسرعته، اما هنوز هم همون نگاه همیشگی آرونوفسکی رو میبینی، همون چارچوب ولی متفاوت تر. اینکه یه تصمیم ساده چطور میتونه مثل دومینو همه چیز رو به هم بریزه. همین باعث شده فیلم فقط درباره خلافکارها نباشه، یعنی درباره انتخاب‌هایی باشه که گاهی حتی فرصت فکر کردن بهتون رو هم نمیده. آیا هنوز میشه بدون اغراق یه فیلم واقعاً احساسی ساخت؟ به نظر من آیسور جواب این سوال رو میده. نه با موسیقی که مدام بخواد احساست رو هدایت کنه، نه با صحنه هایی که فقط برای اشک گرفتن ساخته شدن، بلکه با شخصیت هایی که باورشون میکنی، با قصه‌ای که آروم جلو میره و اجازه میده اصلا خودت به آدم های داخلش نزدیک بشی. شاید برای همین احساساتش واقعی به نظر میرسن. برای من که این فیلم بیشتر از هر چیز دیگه‌ای یادآوری کرد که هنوزم میشه با صداقت فیلم ساخت و شاید همین قشنگترین چیزی باشه که این روزها از سینما انتظار دارم و قطعاً از دیدن این فیلم به جرئت میتونم بگم که لذت خواهید برد. خیلی خوشحال شدم از اینکه یه بار دیگه مهمون ما بودید. خوشحال میشم اگه سابسکرایب، لایک و از این حرفا رو دیگه. دوستتون دارم زیاد.